سلام میکنم به همه دوستانی که اونجا تشریف دارن. بسیار خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم از عد عزیز برای ایجاد این پیوند و از جواد عظیمی نازنین برای اداره کردن این جلسه. بیایم به سراغ موضوعی که امروز میخوام دربارش باهاتون صحبت بکنم و اون پروژه چند ساله و برای خودم بسیار مهم درگیرش شدم. همونجوری که جواد جان اشاره کرد، من این شانس رو داشتم که چندین اثر پیشگام ادبیات فارسی، رمان فارسی رو خواسته تصحیح و ویرایش بکنم و یکی از اونها رمانی هست به نام صادق منقلی، شرلوک هولمز ایران یا داروغه اصفهان، که با همین عنوان در سال 1304 توسط کاظم مستعان سلطان به نوشته کاظم مستعان سلطان بود و توسط کتابخانه شرق منتشر شد. اما بذاریم بگم من اساسا چطور با این متن آشنا شدم. سالها پیش، قریب بیش از یک دهه پیش، و اولین بار با اسم این کتاب در یکی از آثار حسن میرابودینی از محققین مهم تاریخ ادبیات فارسی آشنا شدم. ولی میرابودینی تو این اثرش صرفا به نام این اثر اشاره کرده بود و از بحث و تفصیل از اون نپرداخته بود. بعدها ولی عنوان اثر برای من توی ذهنم از همون دوره باقی مونده بود. چه رمانی میتونه باشه؟ رمانی در سال 1904 با نامی مثل صادق منقلی، شرلوک هولمز ایران. سالها بعد در 1187 اگه اشتباه نکنم، خود میرابدینی در یکی دیگه از آثارشون، سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی، چند صفحه‌ای رو هم به شرح و بسط تحلیل این اثر پرداخته بود. بعدها همونجوری که اشاره کردن جواد جان، من وقتی وارد دانشگاه تورنتو شدم، قریب یک دهه یک کاری رو که انجام میدادم شروع کردم به تصحیح نسخ خطی در دپارتمان مطالعات تاریخی. عمدتاً نسخ خطی بودن از قرن دهم تا 12 هجری و بر اساس این مهارت که به دست آوردم شروع کردم پروژه های دیگری رو برای خودم تعریف کردن و خواسته برگشتن به آغازگران رمان فارسی و اون هم در ژانرهایی که به یک معنا در سلسله مراتب تاریخ ادبیات فارسی گویی نادیده گرفته شدن یا بهای کمتری بهش داده شده. من به این موضوع برخواهم گشت، ولی خیلی بخوام خلاصه بگم، از نظر تاریخی عمده مورخین ادبیات وقتی به شکل‌گیری رمان مدرن پرداختن، رمان تاریخی و رمان مثلا اجتماعی سیاسی رو پررنگ کردن، برجسته کردن، تاریخی کردن، ولی در خیلی از ژانرهای دیگه وقت آثاری نوشته شدن کمتر دیده شده بودن. آثاری مثل و در این پروسه با همکاری مرناز منصوری ما موفق شدیم که مثلا اولین رمان آرمان شهری ادبیات فارسی، مجمع دیوانگان، که 1102 جلد اولش، 1103 جلد دومش چاپ شده، رو منتشر کنیم. اولین رمان علمی تخیلی ادبیات فارسی 1113، وقتی که یک نفر، ابوالحسین سنجزاده، در 1113 تخیل میکنه قرن 21 رو که در این دستگاه زنده شدن اموات ساخته شده و بر اساس اون جان کاس، فردی در زاهدان وقت، به رستم را از دیروز به زمان حال میاره. در این بین خب دوباره به یاد اثر صادق منقلی افتادم. نسخه از اون رو در وبسایت کتابخانه ایالتی باواریا پیدا کردم و با درخواست امانت بین کتابخانه در نایابکده یا کتابخانه فیشر بوک لایبرری در دانشگاه تورنتو برای اولین بار این اثر رو ببینم. چاپ اول این کتاب رو الان در روی تصویر باید بتونین ببینین. همونجوری میبینین در کتابخانه شرق در شهریور 1304
منتشر شده بود. همون هیجان، همون لحظات آغازینی که خوندم اثر رو هنوز با منه. وقتی ناگهان با یک متن غافلگیر کننده هیجان انگیز مواجه شدم که اون بافت داستان و تعلیق کاراگاهیش از آغازین، صفحای آغازین شروع میشه. شهر اصفهان در مورد مجموعه ای از حمله ها قرار گرفته که کل نهاد حکومتی رو به یک معنا دچار تزلزل کرده. هم سربازانی گم شدن، هم دختر یکی از اعیان شهر دزدیده شده و هم گویی دستبردهایی داره به اموال حکومتی و مالیات ها. در این بین صادق منقلی به عنوان داروغه اصفهان وارد ماجرا میشه. با خوندن اون اثر در اون صفحات آغازین این تصمیم رو گرفتیم که این اثر حتما دوباره باید احیا و در واقع تصحیح بشه و باز چاپ بشه. شروع کردم به جستجو این که آیا چاپ دیگری از این رمان وجود داره و همونجوری توی تصویر میبینین چاپ دومی رو این بار در بنگاه کتابخانه ملی ایران پیدا کردم که بنگاه مطبوعاتی فهم منتشر کرده به عنوان نشریه 12 این بنگاه. با این اوصاف این چاپ دوم تاریخ نگاری نداشت، یعنی تاریخ چاپ اثر مشخص نبود. خوشبختانه یک نشانه یا اماره‌ای که تونست کمک بکنه این بود که در انتهای این اثر خبر یکی دیگر از آثار این بنگاه مطبوعاتی به عنوان نشریه 10 شاه آزادبخت و 4 درویش نوشته پدر فهم تبلیغ شده بود و با وجودی که خود اون اثر هم دوباره تاریخ چاپش مشخص نبود، چون در تبلیغ حالا یک نشریه نهمشون ملک جمشید و طلسم آصف و حمام بلور در اونجا بود، از اون میتونستیم به نتایجی برسیم. حالا نشریه نهم این مجموعه سری در 1327 منتشر شده، پس میشد یه حدس قابل دفاعی زد که چاپ دوم رمان منقلی در زمانی بعد از 1327 منتشر شده. اما ما چه درباره کاظم مستعان سلطان میدونستیم؟ در زمانی که شروع به تصحیح این متن کردم خیلی زود متوجه شدم برای سالها، در واقع دهه‌ها، اشتباه شناسایی شده کاظم مستعان سلطان. یعنی یعقوب آژن در مقاله‌ای بین کاظم مستعان سلطان و حسین قلی مستعان که یک پاورق نویس بسیار معروف در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم هست، این دو رو با هم یکی در نظر گرفته بود و اثر صادق منقلی را هم زیر مجموعه آثار مستعان دسته‌بندی کرده بود. این اشتباه رواج پیدا کرده و در حتی خود شناسه کتابخانه ملی هم تکرار شده متاسفانه. با این حال حسن میرابدینی تا اون زمان متوجه شده بود که این اطلاع بیوگرافیکال و زندگی نامه درباره کاظم مستعان سلطان اشتباه هستش، ولی نتونسته بود دریافت تازه، اطلاعات تازه از اینکه واقعا این نویسنده چه کسی بوده به دست بیاره. یکی از اولین جاهایی که جستجو کردم برای به امید یافتن اطلاعاتی از این نویسنده خب مرکز اسناد و آرشیو ملی ایران بود و در اونجا تونستم 2 سند رو پیدا بکنم با که عنوان کاظم مستعان سلطان درشون می اومد. اولی یه نزاع ملکی در 1290 و دومی مهمتر هستش یک برگه‌ای که حاکی از این بود که شخصی به نام کاظم مستعان سلطان سرپرست املاک حسین قلی نظام السلطنه ششمین نخست وزیر ایران بوده و یک ریپورت تقریبا 20 اندی صفحه‌ای رو درباره اموال ایشان در زنجان در 1276 و غیره داده. این 2 سند تنها شواهدی بودند که وقتی که تصحیح انتقادیمون رو از این رمان در منتشر کردیم در سال 1397
تصویر که الان جلدش رو بر روی اسلاید ها میبینیم، این دو سند رو در پیشگفتار آوردم و حدسی زدم که به نظر میاد ما با نویسنده‌ای مواجهیم که اصلا خیلی قبلتر، چه بسا یک یا دو نسل قبلتر از حسین قلی مستعان زندگی میکرده و نه نویسنده عصر پهلوی اول و دوم، بلکه احتمالا ما با یه نویسنده عصر ناصری و شاید بعد از اون در پهلوی اول مواجه هستیم. و کتاب با این اطلاعات منتشر شد. در این حال حالا یه حاشیه هم بزنم به عنوان یه علاقه‌مند روایت شرلوک هولمز از کودکی. اگه به خاطرتون باشه، شرلوک هولمز در یکی از آثار، در یکی از داستانهاش در کنار آبشاری با این موریارتی دشمن معروفش نبرد میکنه و در این نبرد شرلوک هولمز و موریارتی از این آبشار به پایین پرت میشن. خب کانان دویل وقتی این داستان رو نوشت، هدفش این بود که هولمز رو در اینجا دیگه به پایان و با مرگ هولمز اون ماجرا که 1891 در واقعیت داستانی میگذره تموم بشه. با این حال 8 سال بعد زیر فشار عظیم مخاطبینش مجبور شد دوباره هولمز رو برگردونه. اول درنده باسکرویل رو بنویسه که تحولاتش پیش از اون مرگ داستانی هولمز به وجود می آمد و بعد داستان اتاق خالی رو نوشت که حالا هولمز بازگشت. هولمز حالا 3 سال بعد از وقایعی که تو اون داستان از اون آبشار پرت شده و ما فکر میکردیم و واتسون فکر میکرده که هولمز فوت کرده، برمیگرده و تعریف میکنه این 3 سال از ترس موریارتی و عواملش لندن رو دیگه جایی نمیدیده برای که باش امنیت داشته باشه و ذیل نام یک مهندس نروژی سفر کرده به تبت و از اونجا از ایران عبور کرده و یعنی به یک معنا در اون پروسه داستانی هولمز گذری از ایران میکنه. بعد از برگردیم به داستان صادق منقلی. بعد از چاپ این اثر، خب یکی از امیدهای من این بود که این چاپ و این اولین حدسیاتی که سرنخهایی که از نویسنده این اثر به دست اومده کمک بکنه ما اطلاعات تازه‌ای رو بیاریم. مدتی گذشت و من مدام به عنوان یک آرشیو پژوه، کسی که علاقه‌منده که این داستانهای گم شده رو بازیابی بکنه، جای مختلف رو سرچ میکردم به دنبال رد پای تازه‌ای و در یکی از تلاش هم در جای تقریبا غیر منتظره تونستم یه سرنخ بسیار هیجان انگیز پیدا کنم و اون در اینستاگرام بود، جایی که فرد به نام حسن حسینی نیکو در یک صفحه‌ای که با عنوان گورنگاری داره و در اونجا به مستند کردن گورستان‌های تاریخی ایران اقدام میکنه، عکسی رو از سنگ قبر کاظم مستعان سلطان گذاشته بود بدون اینکه شاید خودش هم لحظه بدونه چه خدمتی رو داره به تاریخ ادبیات و به این درک ما از شکلی ژانر پلیسی انجام میده. عکس در امامزاده عبدالله شهرره ایران گرفته شده و هم که روی سنگ قبر روشنی مشخص هست سال فوت کاظم مستعان سلطان در آبان 1321 روش قید شده بود که کاملا همخوانی می داشت با حدسیات پیشینی که زده بودم به این عنوان که نویسنده‌ای هستش که از دوره ناصری رو زیسته و بعد تا دوره پهلوی اول هم برگشته. این شروعی تا مدارک دیگه، حالا که دوره تاریخیش مشخص تر شده بود، بتونیم اسناد و شواهد دیگه از حضور تاریخی کاظم مستعان سلطان پیدا کنیم. و حالا بعدها این نه در این دوران ولی در مدت اخیر این هم در واقع بریده ای هستش از اطلاعیه فوت کاظم مستعان سلطان در 1321 در روزنامه اطلاعات منتشر شده. در در متون تاریخی جایی که نام مستعان سلطان پیدا میشه در اثر
ناظم الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ایرانیان هست. برای دوستانی که شاید با این اثر آشنا نباشن، یکی از مهمترین آثار وقایع نگارانه درباره تحولات عصر مشروطه است، به قلم ناظم الاسلام کرمانی، فردی که خودش هم از نزدیکان برخی از مشروطه خواهان بوده و خاصه نقش کلیدی دو انجمن خاص به عنوان انجمن‌های مخفی اول و انجمن مخفی ثانی ایفا می‌کرده. و اینجاست که در اشاره‌ای که به انجمن مخفی ثانی میکنه، نام کاظم مستان سلطان رو به عنوان یکی از اعضای انجمن مخفی ثانی میاره. ولی انجمن‌های مخفی چه بودن و این چه اهمیتی داره؟ انجمن‌های مخفی رو به طور عمومی و خیلی بخوام ساده بگیم، معنا پیش تبار احزاب سیاسی در نظر میگیرن، جایی که برای نخستین بار مشروطه خواهان ضد استبداد و فعالان اجتماعی ضد استبداد در یک فضایی از در عین حال در فضای استبداد زده، در فضایی از خفقان سعی می‌کردند در یک انجمن‌های مخفی دور هم جمع بشن و ارزش‌های مشروطه خواهانه رو بین خودشون تقویت بکنن به مردم. اما بین انجمن مخفی اول و ثانی تفاوت‌های مهمی هست. در انجمن مخفی اول، این انجمن پیش از انقلاب مشروطه شکل گرفته و اینها تلاششون بردن این ارزش‌ها به سمت به جهان در واقع به سطح عمومی هستش. انجمن مخفی ثانی که در اینجاست که رد پای کاظم مستان سلطان پیدا میشه، اما وقتی هستش که حالا مجلس اول در پی مشروطه تأسیس شده میشن کلافه از آنچه که فساد مجلسیان میدونن و برخی از ایادی مجلس، حالا میخوان دو کار رو ایفا بکنن. یک، تلاش کنن، یک دست به تنبیه برخی از افرادی که تو مجلس هستن ولی دارن از این موقعیتشون یا سوء استفاده میکنن یا رشوه میگیرن، عواملی از این دست بزنن، و در ثانی تلاش های قزاق رو به ارزش‌های مشروطه نزدیک بکنن، یعنی بتونن در بریگادهای قزاق رو نزدیک بکنن به طرفداران مشروطه. هر دوی اینها بعداً در بخش تحلیلی بیشتر بهشون برمیگردن. به نظر من حائز اهمیت‌های فراوانیه. یعنی ما حالا می‌بینیم که یک نویسنده اولین رمان پلیسی در عین حال فعال در بعد از شکل‌گیری مشروطه، در آغاز مشروطه، در هم کارهای مقداری متحورانه و ماجراجویانه در راستای میدونیم فسادی که برخی از مشروطه خواهان ممکن داشته باشن و هم در راستای دموکراتیک کردن نیروهای نظامی به یک معنا، که این با پروسه حالا که ما درکی که ما از ژانر پلیسی داریم، یعنی ژانری و کوششی برای علنی کردن پروسه بررسی و رسیدگی به جرائم همخوانی زیادی داره. در این حال انجمن‌های مخفی یک اهمیت خیلی زیاد و یه ویژگی خیلی جالبی رو هم دارن برای کسانی که به تاریخ رمان علاقه‌مندن، و اون ویژگیه که طبق روایت دست‌اولی که ناظم الاسلام به ما میده، خوندن رمان و خاصه متونی مثل سیاحتنامه ابراهیم بیگ اثر زین العابدین مراغه‌ای در این انجمن‌ها یک روشی بوده برای اعتماد سازی. یعنی افرادی در بستر این فضای استبداد زده، برای اینکه بتونن به هم اعتماد کنن و در این حال نگران بودن نظرات خودشون رو صراحتاً به عنوان نظر خودشون مطرح بکنن، به جای اون می اومدن و رمان نوشته شده در تبعید، نوشته شده در خارج از ایران یا سیاحت رو میخوندن و به یک معنا از طریق اون هم اعتماد سازی میکردن و هم انتقادهای اجتماعی سیاسیشون رو میگفتن. این جایگاه و این اهمیت تاریخی رمان در اون دوره یا مشروطه به نظرم بسیار مهم هستش. پس از این تحولات در تورنتو در سال 2017 و مکان گستر 2018،
در اینجا چون سومین کلکسیون بزرگ آثار کانون دویل نگهداری میشه و سومین و یکی از مهمترین مراکز شرلوک هولمز پژوهی هستش، ما این شانس رو داشتیم که یک ارائه‌ای داشته باشیم درباره این رمان خاص و اطلاعاتی که تا اون زمان درباره این رمان به دست آورده بودیم. این اطلاعیه در سر کتابخانه‌های عمومی کانادا چرخیده بود و تبلیغش رو پخش شده بود، به دلیل اینکه خب در رفرنس لایبرری به عنوان کتابخانه عمومی اونجا هم داشت این رویداد اتفاق میفته. در پی این رویداد در یک روز ناگهان من تلفن و بعد ایمیلی رو دریافت کردم که فردی که نتیجه مستعان السلطان معرفی از طرف پدرش، یعنی نوه مستعان السلطان، با ما در تماس شده بود و بعدها ما متوجه شدیم که این اطلاعیه این رویداد رو یکی از اعضای خانواده دیده و از اون طریق هستش که اینها با ما در ارتباط شدن. و سال دسامبر 2018 ما این شانس رو داشتیم که با مهناز هر دو و هم یک غافلگیری دوچندان، این که در خود تورنتو حتی بی نیاز از این سفری به شهر دیگری داشته باشیم، به دیدار خجسته هوشیدریان، دختر در اون زمان 96 ساله کاظم مستعان السلطان بریم و عکسی که در روی تصویر میبینیم از اون دیدار با خانواده هوشیدریان و مهدی فرزندشون هستش. این دیدار خب به یک معنا شروعی بود برای گفتگو با خجسته هوشیدریان، شنیدن از روایت هایی که او از پدرش به یاد می آورد. ما در این حال خب باید هم در نظر بگیریم خب یک راوی رو داشتیم در 96 سالگی داره روایت میکنه از تحولاتی که پیش از 1320 و آنچه خاطراتی که از پیش از اون دوره داره. با این حال، با وجود اینکه به طرز قابل درکی شاید خیلی از عوالم شخصی رو به عنوان دختری در این نسل و کسی که زود پدرش رو از دست داده به یاد نمی آورد یا پدرش باش به اشتراک نگذاشته بود، هنوز اطلاعات بسیار گرانبهایی در اختیار ما قرار داد. اول اینکه حالا ما میدونستیم که میتونیم مستعان رو یک مرد قد بلند با عینک گرد تصور کنیم که نه تنها فارسی بلد بود که به ترکی هم میتونه صحبت کنه. به نظر میاد که دو برادر داشت که پیش از این به بیماری سل در و مستعان رو به عنوان یکی از اقوام محمد حسین آیروم که در زمان عهد رضا شاه، دوستانی که اطلاع دارن میدونن رئیس شهربانی وقت بود، به یاد می آورد خجسته هوشیدریان و هم خاطراتی از محمد حسین آیروم و رفت و آمد او به خانهشون و هم خاصه برادر آیروم به خانهشون در چهارراه حسن آباد تهران با ما در میان گذاشت. در حال به گوشش رسیده یا به یاد میاره که پدرش مراودات ادبی با ایرج میرزا و میرزادی عشقی احتمالاً در جایی در باقی در شاه عبدالعظیم داشته و به یادش میاد که در اواخر عمر پدرش که قدیم در منطقه لرستان شغلی رو داشته در اتاق بازرگانی احتمالاً مشغول به کار بوده. خجسته پدرش رو یک فرد غیر مذهبی میدونست، تعصبات مذهبی چندانی نداشت و در این حال مخالفتی هم با برخی از مثلا خاطره ای از روزی که جامعه پیشاهنگی پوشیده و برای شرکت در مراسم فوزیه و شاه به خیابان ها رفته به یاد در ولیعهد وقت به خیابان ها رفته به یاد می آورد. طبق روایت خجسته در این حال متوجه مستعان ابتدا با شازده منور دوله ازدواج کرده، بعد از اون با کوکب ازدواج کرده که خجسته فرزند ایشون هست و بعد از کوکب با فرد دیگری که دو پسر هم از اون ازدواج برایشون باقی مونده بود که یکیشون خیلی زود درگذشته. مرگ ناگهانی رو داشته در این خاطره کاظم مستعان سلطان و خیلی زود در طی
روز در پی یک بیماری ناگهانی پوستی در می‌گذره. با این همه به عنوان کسی که خب یک پژوهشگر و سعی میکنه در هر روایتی تردیدهایی رو داشته باشه نسبت به هر روایتی و خاصه بتونه به شکل‌های این روایت رو با اسناد تاریخی هم تطبیق بده و براش تایید پیدا بکنه، مفصلی رو در سالهای بعد ادامه دادم تا مطمئن بشم بتونم جنبه‌هایی از این روایتی که بازسازی شده بود رو تایید بکنم. این بعد از مدتی این شانس رو داشتیم که بتونیم یک اسناد کاری و شغلی مستعان سلطان رو پیدا بکنیم. در اونها مشخصا در سندی که در سمت چپ می‌بینیم درباره انفصال از خدمت مستعان سلطان در حوالی 1317 هستش و مدتی بعد هم تونستیم اساساً سجل کاظم مستعان سلطان رو در بین اسناد پیدا کنیم و حالا میدونستیم دقیقاً در 1253 در اصفهان به دنیا اومده. خاطره تاریخی که حتی دخترشون در بعدها که باشون در میون گذاشتیم نداشتن و حالا 1253 به دنیا اومده و 1321 فوت کرده. حالا دیگه درباره نسبت‌های برادران محمد رسول آیون و دیگران هم همه با اسناد تاریخی مطابقت میکرد که روایت خجسته رو تا حد بسیار زیادی برای ما تونست تایید بکنه و مهر تایید به اون بزن. و این آنچه الان روی تصویر میبینین امضای کاظم مستعان السلطان هستش که در ذیل یکی از اوراق مدتی بعد تونستم پیدا بکنم. این کنکاش و این جستجو ادامه داشته در چند ماه اخیر، یعنی این تلاشی که از 1395 شروع شده شاید از 9 سال بعد ما این شانس رو داشتیم که بالاخره دو عکس هم از کاظم مستعان السلطان، یکی در جوانی و یکی در دوره نوجوانی و یکی در جوانیش به دست بیاریم که متاسفانه الان نمیتونم، دلیل اینکه بخشی از یک پروژه بودن و کارگردان این پروژه درخواست کرده فعلا این دو عکس رو نمایش ندیم، متاسفانه نمیتونم نمایش بدم، ولی کن اونها هم به این مجموعه اضافه شدن و حالا ما یه تصویر بصری از مستعان السلطان داریم که یکی که مستعان رو در دست گرفتن یک کره زمین نشون میده خیلی واجد توجهه، چون کره در این دوران یک پدیده نوظهوریه که حالا با تحولات جغرافیایی پژوهی اون دوران تازه به داخل ایران معرفی شده و خیلی هم رایج نبود. اما برگردیم به رمان. ما رمان صادق منقالی شرلوک هولمز ایران یا داروغی اصفهان، پس نشون میده که خود مؤلف با شرلوک هولمز آشنا بود. از هولمز و اون چی من سایه های هولمز معرفی در به این عنوان استفاده میکنم در ایران تا اون زمان در زبان فارسی. شرلوک هولمز از نویسندگانیه که بسیار زود نه فقط به ایران به کل خاورمیانه و جهان ترک معرفی میشه. ادوارد براون در تاریخ ادبیات ایرانش اشاره خیلی مفرحی داره اینکه فرش به عثمانی چطور هم با ترجمه های متعددی از شرلوک هولمز مواجه شده بود و هم این که شنیده بود سلطان عبدالحمید میخواسته خود کانون دویل رو برای به عنوان پلیس مخفی خودش استخدام بکنه. این حد علاقه به شرلوک هولمز به وجود اومده بوده. هولمز خیلی زود به فارسی هم ترجمه میشه. به یک معنا شاید مطالعه در قرمز لاکی که اولین جایی هستش که هولمز ظهور میکنه در آثار کانون دویل در 1265 چاپ شده، تنها 18 سال بعد یعنی در 1283 از عربی به فارسی ترجمه میشه و با عنوان کتاب پلیس لندن که جلدش رو روی تصویر میبینین و مؤید دوله قاجار این رو در 1283 به عنوان اولین ترجمه داستان‌های هولمز منتشر کرده.
بعد از اون میر اسماعیل عبدالله زاده هم در 1284 شمسی میاد و اثری رو به عنوان کتاب شرلوک هولمز ترجمه میکنه که این ضبط مکتوبی هم که از هولمز داشته این زم رو ورده که احتمالاً از روسی ترجمه انجام شده به فارسی. البته با وجودی که اشاره کرد جلد اول به نشانه ای از این که جلد دومی هم از این ترجمه هیچ وقت منتشر شده باشه در دست نیست تا زمانی که 1104 که صادق منقلی منتشر شده. ما میدونیم این دو اثر منتشر شده بودن از داستانهای خود هولمز، ولی غیر از این دو نویسنده دیگری که آثار متعددیش و به طور خاص اگه اشتباه نکنم 6 اثرش رو من تونستم پیدا بکنم که تا 1104 منتشر شدن، شخصیت آرسن لوپن هستش. اما آرسن لوپن چرا من اشاره بهش میکنم و چه نسبتی با هولمز داره؟ آرسن لوپن یا جوانمرد عیار یا دزد جوانمرد یا فیگور دزد جوانمرد توسط یک نویسنده به نام موریس لوبلان خلق میشه. تقریبا هم دوره کانین دویل هستش و خود موریس لوبلان خیلی زود هولمز رو هم در درون داستان‌های آرسن لوپن معرفی میکنه و هولمز رو در یکی از در داستان کوتاه شرلوک هولمز خیلی دیر میرسد در 1285 میاره به مجموعه کارهاش معرفی میکنه. این باعث یه دعوای حقوقی کپی رایت بین کانان دویل و موریس لوبلان میشه، به طوری که بعداً دومین اثر بسیار مهمی رو که به این شکل مینویسه لوبلان که اسمش هستش آرسن لوپن کنترا هرلوک شولمز یا مجادله آرسن لوپن با شرلوک هولمز رو همونجوری میبینیم در عنوان انگلیسیش لوبلان برای فرار از اون دعوای کپی رایت میاد اسم شرلوک هولمز رو یه تغییر خیلی مختصری میده به عنوان هرلوک شولمز و منتشرش میکنه. این اثر هم در 1 سال پیش از ترجمه تالیف صادق منقلی شرلوک هولمز ایران توسط همون کتابخانه شرق در تهران منتشر شده بوده. یعنی ما میدونیم پس غیر از آثار هولمز، دو اثر هولمز، اون سایه هایی که هولمز در آثار دیگه مثل آثار آرسن لوپن داشته هم به فارسی تا اون دوره معرفی شده بودن. اخیراً البته در این حال متوجه شدم که اولین در طبق یک اعلانی که در روزنامه رعد وقت منتشر شده، اولین فیلم صامتی که از روی هم ساخته شده در پیش از چاپ این اثر در هتل گراند هتل تهران 2 یا 3 شب اکران سریالی داشته. این فیلم الان در یوتیوب موجود هستش و میتونید ببینید. فیلم صامت بر اساس یکی از داستان‌های شرلوک هولمز. خب اما این رمان چیه و چه تکنیک هایی رو به خرج داده؟ رمان صادق منقلی در 8 فصل و یک مؤخره منتشر شده، یک مؤخره تنظیم شده. داستان یک داروغه‌ای هستش به نام صادق منقلی که در اصفهان دوره ناصرالدین شاه زمامداری میکنه. به مهارت‌های متعددی داره، تغییر چهره، مهارت انگشت ردیابی، رد پایابی. در پروسه‌های مختلفش سعی میکنه روش‌های استنباطی رو به کار ببره، مثل خیلی از کاراگاه‌هایی که بعدها در ادبیات جهان هستن. مجرد برخی عادات خاصی داره. در این رمان هم ما میبینیم دستیار مخصوصی که اینجا محمود نامش هست او رو پیش میبره، به اون کمک میکنه. زندگی عمومی و شخصی خودش رو وقف اهداف تحقیقاتی و اجتماعی خودش کرده و اینجایی توی رمان خودش رو توصیف میکنه. میگه شغل من مرا مجبور میکند که آنچه دیده و شنیدم فراموش نکنم که شاید از آنها نتیجه‌ای به دست آورم ولو هزیان باشه. سیستم اجتماعی که این داروغه توش کار میکنه اما تفاوت
بنیادینی با هولمز داره. اگه هولمز با اسکاتلندیا درگیره و تو این سیستم انگلستان داره پیش میره، معمولی یک داروغه است در اصفهانی که باید با یه اولیگارشی قدرت دست و پنجه نرم کنه. اولیگارشی که از یک سو والیان یا حاکمان با پرداخت وجوهی اختیارات حکومتی به دست آوردن و حالا زیر دستانشون از وزیران، نوکران یا فراشباشی هاشون و سوار تحت امرشون هر کدوم به اشکال مختلفی سعی میکنن اقدامات غیرقانونی رو ممکنه و یا تعدی‌های رو ممکنه در حق مردم انجام بدن. بذاریم 2 پاراگراف از این شمایی که منقولی در یه بخشی از داستان میگه و شمای اجتماعی ترسیم میکنه رو براتون بخونم. میگه فراشباشی مبلغی باید دستی بدهد تا دارای بعضی اختیارات باشد و در ضمن باید چند بران مبلغ از این مردم برای حکمران و وزیر و شاهم قطاران و برای خودش بیرون آورد و به هر وسیله‌ای باشد باید مردم را به زحمت انداخته پول بگیرد. بعد از او تازه مردم گرفتار نایب‌های او می‌شوند. آنها هم که قسمت خود را گرفتند، مردم بیچاره تازه به دست فراشهای او می‌افتد و هیچ محتاج به اطلاع و اجازه من به عنوان داروغه هم نیست. مردم وقت مملکت ما حال گوسفند و مرغ را دارند که اگر عروسی باشد سر آنها را میبرند و میخورند و اگر عروس یا داماد بمیرند و عزا باشد باز سر آن بدبخت ها را میبرند و میخورند. در هر حال برای آنها فرقی نخواهد کرد. در صورت ظاهر سفره‌های عروسی و عزا فرق دارد، زیرا آنها که دور سفره‌های عروسی نشستند خندان و شادان غذا می‌خورند، آنها که اطراف سفره عزا نشستند عبوس کرده و بیست. ولی وقتی که به دقت غذای هر 2 سفره را ملاحظه کنید، پارچه‌های بدن مرغ و گوسفند دست کرده و دسته می‌خورند. من در عمر خود آنچه به خاطر دارم چندین مرتبه امور از اصل تغییر شکل پیدا کرد و مردم بیچاره شادی کرد و تصور خوبی برای آتیه خود نمودند، اما به زودی از شدت فشار دسته بعد آرزوی دسته قبل را می‌کرد، ولی دیگر محال بود. اما چرا من یه اشاره کردم و در عنوان این پرزنتیشن خودم که حالا خواستم این اسلاید نهایی اسلاید شما هم نشونتون بدم، ترجمه هستش که از این رمان انجام دادم و امیدوارم در آخر این سال به انگلیسی همین اثر منتشر بشه. اما چه نسبتی با شهرزاد داره؟ چرا من او رو شهرزاد کاراگاه معرفی کردم؟ وقتی پلات داستان رو نگاه میکنیم میبینیم که همونجور گفتم یک مجموعی از جرائم به نظر اجتماعی سیاسی، جرائم سیاسی کل اصفهان رو در هم نوردیده و هیچ رد پایی از این چه کسی پشتشون نیست. صادق منقلی خیلی زود اما یک نامه‌ای رو دریافت میکنه از فردی به عنوان غلام سیاه خودش رو معرفی کرده و او میخواد که او به جایی بره تا با او دیدار داشته باشه. به امید اینکه شاید بتونه یک نتیجه‌ای از این دیدار به دست بیاره، با تمهیداتی که افرادی کمکش بکنن اونجا میره، ولی اون فرد موفق میشه منقلی رو بربایه و در یک غاری او رو اسیر بکنه. وقتی منقلی چشم باز میکنه، این فردی که او رو اسیر کرده ازش میخواد ما حالا که اینجا هستیم تو داستان قنبر بلوچ و رحیم طاغونی رو برای من تعریف کن. اینجاست که منطق داستان در داستان این رمان شکل میگیره. یعنی گرچه که کلیت رمان ما یک ماجرای عظیم و عمده صادق منقلی رو میشنویم، ولی در دل این قرار گرفتنش در اسارت این فرد، منقلی مجبور میشه چند ده سابق خودش رو برای او تعریف بکنه. این یادآور شهرزاده که اون هم از ترس مرگی که ممکنه براش پیش بیاد باید مدام داستانهایی رو برای شهریار
تعریف بکنه در اون فریم معروف 1001 شب. ولی یه تفاوت خیلی عمده و مهمی رو داره. اگر در داستان 1001 شب شهرزاد باید هر داستانی که میگه عجیبتر و غریبتر باشه، داستان پیشینی که میگه و حالا یه منطقی از اعجاب و افسانه درش وجود داره، اینجا در همه داستانها رو فردی که منقولی رو دستگیر کرده و در اسارت داره از پیش از مجرمان و یا افراد دیگری که درگیر اون پرونده ها بودن یه روایت کامل در دست داره. اون چون میخواد مطمئن بشه ببینه آیا روایت منقولی با روایتی که خودش داره برابری میکنه یا نه. این انطباق با واقعیت و نه فراروی از واقعیت هستش که میتونه راه نجات صادق منقولی در این پروسه باشه. من نمیخوام بیشتر از این داستان رو افشا بکنم، ولی خود این منطق هم به ما اجازه میده، به نویسنده اجازه داده که یک پلات در این یک رمان مدرن و متأثر از فضای هولمزی بیاد و با سنت های ادبیات ایران، سنت های مثل سمک عیار و شهرزاد 1001 شب عجینشون بکنه و هم در دل اون سنت های دیرین بیاد یک بازآفرینی بکنه، یک دلایل و نیت ها و انگیزه های شخصیت ها رو بیاد در یک بستر و زمینه تازه‌ای عرضه بکنه. حالا بخوام به بخش پایانی این صحبتم برسم و بگم از همه اینها، حالا چرا اینها ما رو به چه معنا به فکر کردن و بازاندیشی به تاریخ ادبیات ما خدمت میرسونن. در خیلی از آثاری که آثار مهم تاریخ نگاری ادبیات فارسی یک فرضی غلبه داره، پیشفرضی رو ما زیاد میبینیم که تکرار شده، به این معنا که این فرض بوده که رمان به عنوان یک ژانر نوین در ادبیات فارسی محصول ترجمه ادبیات غرب به زبان فارسی بوده و به این معنا در تلاش برای رسیدن به رمان نویسندگان ایرانی مدتی، معمولاً چندین دهه ناموفق بودند رمان‌های شکست خورده ای رو، تا اینکه در اوایل 1300 به بعد خواسته با شکل‌گیری چندین رمان خاص ما به رمان در معنای دقیق کلمه در غرب و غیره رسیدیم. این برداشت تاریخی که همونجور گفت در آثار مختلفی میتونیم رد پاش رو ببینیم. در خود آثار حسن میرآبدینی شاید بتونیم بیابیم، در از صبا تا نیمای یحیی آریان‌پور میتونیم بیابیم، میشه ادعا کرد در آثاری مثل شمای داستان فارسی هم این رو میشه یافت. این نوع نگاه در یکی دو دهه اخیر مورد انتقاد شدید مورخین مختلفی در دنیای خاورمیانه قرار گرفته. در فضای ایران خب ما میدونیم مهدی خرمی این رو به عنوان اسطوره تقلید از غرب دربارش صحبت میکنه و سعی میکنه اون رو متزلزل بکنه و بگه که گاه مانع این شده که ما ببینیم همیشه شکلی این رمان‌های تاریخی ما متأثر و در ارتباط وسیع و تنگاتنگی با بازآفرینی و بازآرایی ژانرهای ادبیات کلاسیک ما داشتن. در ادامه یه همچین حرکتی است که مثلا ما به تحقیقات حمیدرضا یزدی میتونیم فکر کنیم که وقتی میخواد به شکلی رمان فارسی نگاه بکنه و دیالوگ و در شکلی داستان رمان فارسی داره، میاد و پیش از مثلا افرادی مثل جمالزاده به قوت و اهمیتی که ژانرهایی مثل مکالمه نویسی یا به معنی دقیقش بخوام بگم ژانر منازعه در دوره مشروطه پیدا میکنه. انواع منازعات نوشته میشه، منازعه شتر و مثلا موتور، منازعه شیخ و شوخ و غیره. اهمیت این ژانرها رو میاد مطرح میکنه با من چیزایی که ما نمیبینیم وقتی صرفا بیایم به تقلید نگاه بکنیم. و اینجا سعی میکنم بحثم رو خلاصه بکنم و ببندم.
حالا با همه اینها فرض کنیم ما حالا میایم میبینیم رمان پلیسی برای نخستین بار در فارسی در یک اثری مثل صادق منقلی شکل میگیره. با مطالعه تحلیل متنیش این پیچیدگی های داستان پردازیش به چه عنوان هست، هم متأثر از ترجمه هایی که از زبان های مختلف فارسی، عربی، انگلیسی انجام شده هست، هم شکل دهندش چند زبانه است، یعنی دسترسی های در خارج از دسترس از دریچه زبان فارسی داره، و هم این سنت ها رو اومده با کلی از دانش و انبان خودش از آثاری مثل سمک عیار و گفتن میشه 1001 شب و دیگر، یعنی ادبیات حماسی و عیاری فارسی هم در هم آمیخته به رسیده به نوعی از فرم های به شدت خلاق و بومی در شکل دادن به این ژانر. این در مهارت‌های تکنیکیش حائز اهمیت و ما رو به بازاندیشی و یا دقت فرا میخونه، و همون وقتی ما زمینه تاریخی خود این شخصیت رو ببینیم، اهمیت جایگاه فردی که داشته و موقعیت اجتماعی داشته و نوع کنشگری هایی که در این دوره اون برهه تاریخی ایفا میکرده در نوع تخیل ادبی که پیدا میکنه، چیزی هستش نمیتونه از خودمون از چشمون نمیتونه بیفته. یعنی میبینیم رمان پلیسی رو کسی آفریده که در عین حال در انجمن‌های مخفی بوده، همون جایی که رمان خونده می شده برای اعتماد سازی، برای انتقاد سیاسی، در به عنوان یک عمل جمعی و نه لزوما یک خوانش فردی، و همون فردی هستش در دل مبارزه هستش که کوشش میکنن تا حدی با ماجراجویی و گاهن متعورانه بیان و به هم تنبیهاتی رو نسبت به آنها که دارن نظم مشروطه و نظم قانونی رو بر هم میزنن اعمال بکنه، و هم بخواد به یک معنا در دموکراتیک کردن نظم پلیس و نظام ارتش و نیروی قوه ایران اقدام بکنیم. من اینجا صحبتم رو میبندم. امیدوارم خیلی سرتون رو درد نیاورده باشم و اگر فرزمینه هستش من در پرسش و پاسخ مفصل میشه صحبت کنم. ممنونم از ارائهتون. سوال داشتم، گفتیم که ترجمه این اثر رو هم قراره که به انگلیسی چاپ کنیم. خواستم بگم که اولا که فارسی این اثر چقدر با فارسی امروز فاصله من مخاطب چقدر میفهمنش با یک خوانش، و بعد اینکه چقدر شما در ترجمه وفادار موندید به این ترجمه انگلیسیش، آیا به سبک و زبان امروزی باز هم کمی قدیمی و کمی به گذشته من مرسی. درباره نثرش، خب ما از این نظر میدونیم ما یه از نثر دوره قاجار یه نوع نثر جعلی یا نثر ساخته شده برای عصر قاجار وجود داره که خیلی وقتی به فکر میکنن، حالا متأثر از آثار بگیم علی حاتمی یا دیگران در پس و پیش کردن صفت‌ها و نوعی از به کاربری سجع یا نثر ادیبانه فرض میکنن، ولی کاملا برخلاف این تصور اولیه، ما در این اثر توسط نویسنده از همون دوران متولد 1253 که این اثر رو نوشته، ما با یک نثر دسترس پذیر مواجهیم. خوندنش به نظر من به ندرت حتی به یک دایره المعارف یا لغتنامه دهخدا ممکنه نیاز باشه. از نظر یعنی در ادامه رابطه نسبت بسیار زیادی با اون پروسه دموکراتیک شدن نثر در دوره قاجار متأخر داره. نثر و زبان ساده ای داره
پیچیدگی های تکلف و تصنع زبانی یا سجع پروری یا هر گونه اه، زبان آرایی که در سنت ادیبانه و منشیانه شاید ما به یاد بیاریم در این اثر اصلا نمیتونیم رد پاش پیدا بکنیم. تقریبا کاملا مدام هم تعلیق رو میتونه حفظ بکنه، هم در دادن اطلاعات و در دادن پروسه سرنخیابی و جوری که داره منقولی سعی کنه نقشه ذهنیش رو از این تحولات بچینه به ما دسترسی خیلی خوبی میده. در ترجمهش هم یه ویژگی خیلی مهم اثر هم میدونین دوباره جغرافیا در یکی از مسائل پیش بحث میشه. بعضی وقتا غیاب جغرافیا در خیلی از آثار ادبیات ماست و حتی ادبیات امروز ما. ولی شما شاید بتونین و نه این شاید من چون در پروسه ساخته شدن یک مستندی روی این کار ما با مورخین معماری اصفهان در اون دوره همکاری کردیم. به طور دقیق شما میتونید حرکت صادق محمود روی نقشه اصفهان وقت بین منطقه‌های تاریخی مختلف ردیابی بکنین و پیش برین. این جغرافیا هم به طرز حیرت انگیزی با ابنیه و آثار تاریخی اون دوران قابل ردیابی هستش. در ترجمه تلاش زیادی کردم که این حالا این اسامی خاص رو حتما سعی کنم به معرفی بکنیم. در نثر هم به اون زبان ساده و دسترس کار نزدیک باشیم و به نوعی از تکلف و یا ادبی کردن متنی که به اون معنا خودش رو در دنبال ادبی کردن نبوده دست نزد. تشکر میکنم از گروه بی‌نظیر شب‌های سفید و آقای گنجوی. خیلی باعث افتخاره. من یکی از فالوورای کتاب شما هستم، مثلا کتاب شما و دکتر مرجاب رو خیلی دوست داشتم. یه چند تا سوال داشتم در مورد مستعان السلطان. یکی این که برای من جالب بود که ما زیاد نمیدونستیم که خب اصلا که این شخص حتی به دنیا آمده مال چه تاریخی هست و برای من خیلی جالب بود. و اینکه زیاد ما نداریم رکوردی که این شخص توی انجمن مخفی حالا چه اول یا ثانی حضور داشته. شاید حالا فقط ارتباطش رو با شخصی مثل ناظم الاسلام کرمانی بدونیم. اما سوال من مثلا توی ذهنم این بود که اگر ما بتونیم همونجور که شما الان گفتین معماری رو میتونین ترک کنین، اگر میتونستیم این کار رو انجام بدیم، آیا فکر میکنین که این کتاب بیشتر الهام گرفته از حالا قبل از مشروطه است یا برای مردمی که حالا مجلس رو دارن و اینا؟ یعنی آدینسش رو برای من خیلی جالبه که بدونم نظر شما چیه. ناظم الاسلام مشخص میگه که در انجمن مخفی ثانی کاظم حسن سلطان به عنوان یکی از اعضای که تازه اضافه شده به اون در اون انجمن حضور داشته، در انجمن مخفی اول نبوده. به نظرم میاد که خب در این حال باید یه سری، یعنی یک حوزه دیگه که یکی از دوستان عزیز من داره روش پژوهش میکنه، آقای علیرضا روشن، من میدونم دارن روی شکلی پلیس مدرن در ایران هم کار میکنن. اینجا خب ما میدونیم یه نقش بزرگی رو خب سوئد ایفا میکنه و اسناد زیادی هم در سوئد هستش درباره دهه‌ای که پلیس مدرن در ایران شکل میگه. اولین کاراگاهان ایرانی در ظهور پیدا میکنن و نامه ها شروع میکنن گزارش ها و گزارش هایی رو هم درباره حوادث مطبوعات، حوادث اجتماعی و جنایی گزارش میدن. یعنی یک بستر دیگر اجتماعی هم که به نظرم مهمه و میتونه تکمیل بکنه این حوزه رو، این زمینه هستش. یعنی فکر کردن به این جنبه ها و اینکه کلیتی که حالا پلیس علمی یک معنا داره در ایران مدرن شکل میگیره و جستجو میشه. یعنی برخلاف حالا، یعنی حالا این ردیابی کردن
تلاش برای ارتباط منطقی و عقلانی پیدا کردن بین مجازات و میدونیم و اون جرم و غیره اهمیت پیدا میکنه. یه وجه خب یه جنبه که خب منقولی به این میافزایه کازم سلطان، این نگاهیه که با 2 پاراگراف خوندم من میتونیم ببینیم، یه نگاه اجتماعی به مسئله جرم داره و توی خود رمان هم میبینیم. یعنی نوع نگاهی که منقولی به مجازات داره متفاوت با نوع نگاهی که شاید در هولمز و دیگران ببینیم. اینجا رویکرد انصاف در منقولی بسیار پررنگ میشه، بخاطر منقولی این بافت اجتماعی نابرابری و مداخله در حقوق شهروندی رو مدام میبینه و همین خیلی از اون مجرمان رو سعی میکنه باشون منصفانه برخورد کنه، بپذیره تغییرشون رو، درک کنه دلایل جرم کردنشون رو. اتفاقا برخلاف او میبینیم که در بعضا حاکمان فراش باشی هستن که عجله دارن برای اعمال یک مجازات هایی از قبیل حدود و غیره، برای اینکه میدونیم بدون این وجوه اخلاقی و انسانیش در نظر بگیرن. من فکر میکنم مخاطبش رو باید افرادی دید که در پی مشروطه و در پی این تحولات به سمت پلیس علمی، در پی این تحولات به سمت نگاه اجتماعی و اخلاقی به مجازات و در این حال نگاه علمی به جرم و مجرم، ردیابی مجرم، سراغ یک همچین اثری میرن. اما خب در این حال یک ژانری ترجمه این همه اثر از لوبلان، شرلوک هولمز در کمتر از 20-30 سال از چاپشون در انگلستان، میدونم داریم 100 سال پیش داریم رمان‌هایی رو میگیم فقط 20 سال 18 سال بعد از ترجمهشون در اروپا ترجمه شدن. این نشون دهنده اون علاقه شدیدی هستش که در مخاطبین داخل این نوع و گونه رمان بوده. مرسی. منم اتفاقا میخواستم در جهت صحبت شما بگم انگاری ما داریم ترک میکنیم که analytical thinking، یعنی قدرت حل مسئله اتفاق بیفته واسه آدم. و سوالم این بود آیا موفق بوده، یعنی تونسته بعدش الهام بخش کارهای بیشتر باشه این کار یا نه؟ این سوال یه مقدار سختیه. من یه دلیل، یکی این که خب اثری تو تاریخ نگاری ادبیات که حالا یه بحث مفصلی میطلبه، ولی جز کانونهای ادبیات نه فقط این اثر قرار نمیگیره. کلا ما تقریبا به کانونهای ادبیات مدرنی و زیر مجموع رمان تاریخی و رمان اجتماعی سیاسی هستیم. یعنی ما نویسندگان در ژانرهای دیگر رو گویی از کانونهای ادبیات تاروندیم در تاریخ نگاری رایجمون. این حالا این بازاندیشیه که من هم سعی میکنم به خدمت ایفا بکنم توشه، که میخوایم برسیم به تاریخ ادبیات نوینی یا بازاندیشی کنیم به کل و نقد کنیم کل این پروسه که چرا بعضی آثار دیده نشدن. در این بازیابی امروزینش باعث من بسیار شنیدم از دوستان و همکاران نویسندگان چقدر غافلگیر شدن از این مسئله یا الهام بخش برای آثارشون شده. بعضی ها هم این فرض رو دادن، خواسته چون در اواخر دهه 40 یک دوره از نویسندگان یک میل و آتشی به همین کاری پیدا کردن که موسی سلطان و همه پیشگامان عمل انجام دادن. اونها اومدن سعی کردن تئوریزش کنن به این عنوان که ما باید این کار رو بکنیم، گویی هیچ وقت نکرده بودیم. بعضی اشاره میکنن به برخی از پیشنهادات گلشیری برای شکل دادن به داستان مدرن. این ممکنه بر ما این فرض ایجاد بکنه که در این محاق رفتن یا فراموشی تاریخی یه مقداری ارجاعات ما و شناخت ما از تاریخ ادبیات توی دوره محدود بوده. برای همین برخی از اقدامات دهه‌های بعد خواستیم انجام بدیم، ضرورتش رو شناختیم، نمیدونستیم چه عقبه طولانی داشته. اساسا خود کلیت این پروژه بازیابی رمان‌های ژانر در رمان پیشگام این خلاف یک فراموشی تاریخی هستش که خیلی چون میدونیم امروزی که ما حرف میزنیم رمان‌های ژانر در ایران مهم شدن.
ولی این تحول چند سال، یه 10 سالیه که افراد شروع کردن به در ژانرهای مختلف قلم زدن، از ترس، از هارر، از ادونچر و غیر و زاله. بعضی وقتا خیلیشون با این زن قلم زدن که دارن یک مداخله‌ای در تاریخ ادبیات میکنن. میخوایم عبور کنیم از ادبیات مثلا آپارتمانی، ادبیات اجتماعی، سیاسی. ما این پیشنهاد رو داریم. این بازیابی کمک کرده که هم به اون افراد که علاقه‌مندن حالا ببینید چه عقبه طولانی این کار داشته و از اساس در شکل‌گیری این ژانرها ما چه پیشنهاداتی داشتیم. و وقتی به این عقبه نگاه میکنیم خب خیلی انبان عمیق‌تری داریم. من اینا رو میذارم کنار برخی از اسناد که دیدم و نشون میده که چاپ این آثار خب به دلیل پخش محدودش در اون دوره و چاپشون خیلی زود تموم شده، در کتاب فروشی ها موجود نبودن. برخی از اسناد این رو به نظر میاره و این مسئله مهمیه که ما با کلیه رمان‌های اولیه تا پیش از استاندارد شدن و حرفه‌ای شدن صنعت نشر در ایران داریم. پروسه‌ای که می‌دونیم بعدها خاصه در 1332 به بعد از 1333 است که ما صنعت نشرمون به یه معنا یه پروسه مدرنیزاسیونی با شکلی خب نشاد فرانکلین به عنوان نشر و ترجمه کتاب و دیگران میره و ما حالا میتونیم صنعت نشر رو به یه معنای وسیع خارج از ناشر کتاب فروشان که بین خودشون تهاتر کتاب میکردن تا پخش در معنی مدرنش حرکت میکنن.